شاهدبازی یعنی رابطه جنسی مرد با مرد. این یکی از آورده‌های فرهنگی همسایه‌های عزیز ترک ما بود. ترکان بعد از مهاجرت از آسیای میانه و مغولستان به سمت غرب هرچند مسلمان شدند ولی بر فرهنگ شاهدبازی خود ماندند و آن را ترک نکردند. نمونه آن رابطه سلطان محمود غزنوی پادشاه بزرگ ترک با غلام خود ایاز است که در اشعار سیستانی، خانساری و غیره به آن اشاره شده. در سده دوم و سوم هجری که هنوز ترک‌ها در آن سوی خوارزم افغانستان اقامت داشتند، ابن فضلان جهانگرد عرب به مملکت آنها سفر کرده و میگوید آنها به لواط اهمیت میدهند و تاجران خوارزمی برای پسران بیریش آنها میآیند. عبید زاکانی نیز در رساله دلگشا در این مورد بارها نوشته شرف الدین خطاط دو شاگرد داشته، یکی ترک دیگری تاجیک. ایشان میگفتند سیاه تاجیک بهتر است و کونه ترک. مولانا عزالدین پسری ترک به اجاره میگرفت به مبلغی معین که پدرش راضی نمیشد. در آخر گفت راضی شدم، اما مولانا باید گاهی بدو عملی فرماید. در اینجا فرد ترک با مولانا گفته که با پسرش رابطه برقرار کند، اما عزالدین پیشنهاد را رد میکند. به گفته مسعودی در مروج المذهب، متوکل امپراتوری عباسی نیز معشوق مردی ترک داشته که نامش شاهک بوده. در امپراتوری عثمانی نیز رابطه مرد با مرد قانونی بوده و مردان ترک لباس زنانه می پوشیدند و می رقصیدند. رسم مردان لباس زنانه پوش هنوز هم در ترکیه اجرا می شود و جزئی از فرهنگ ترکیه است. همچنین شاعر کرد شیخ رضا طالبانی در مورد شاهدبازی در میان ترکان شعری مشهور دارد که شما در کامنت برایم بنویسید.